family members. Welcome to my channel. سلام 안녕. 안녕. Hello. نمیدونم واقعا باید چی بگم، چون من تا حالا هیچ وقت ولاگ نگرفتم، ولی خب anyway به خاطر تیتی انجامش بدم. نه تیتی بریم بریم اوکی. خب شاید براتون سوال باشه که چرا اول ویدیو منم و تیتی کو پس. این ولاگ تولد تیتیه و ما قراره سورپرایزش کنیم. امروز 29 سه‌شنبه و ما قراره که شنبه تیتی رو سورپرایز کنیم. تولد هستش دوشنبه است، ولی خب حالا ما باید سورپرایزش کنیم. کلا گفتم من چند روز قبل شروع کنم ولاگ گرفتن. اگر نذاشت تیتی برنامه‌مون سناریو چیدیم. کلا تیتی یکم داخل چیزا یکم قشنگه، بعد به همین فکر نکنم متوجه بشه. امیدوارم که متوجه نشه، چون خیلی سخته سورپرایز کردن بقیه. برای که حالا یا فردا یا پس فردا با لورن بریم هدیه‌اشو بگیرم و برای یه چند تا چیز چاپ کنم که حالت ژورنال طور براش بذارن. کاداشم تیتی خیلی استیکر دوست دارم، اینو همه میدونن. یکی از کاداش اینه، رول استیکره. میخوام براش فیگور بگیرم و لگو و فیگور داخلش باشه، با حالا چیزایی که تیتی دوست داره. مثلا یه چیزی خیلی دوست داره جورابه. اون اوایل دوستی اون بهم گفتش که جوراب خیلی دوست داره. سعی میکنم که تمام مدت ویدیو بگیرم. میخوام ولاگش باشه حتما داخل چنلش دیگه. سناریو رو میخواستم بهتون بگم. سناریو اینه که من و لورن مثلا از امشب دعوا میکنیم. حالا داخل چنل پرایوتمون شروع میکنیم حرف زدن که مثلا ما با هم دعوامون شده و غیره. من تا شنبه فردا که میخوام مدرسه یکم حالمو بد جلوه میدم. اکسکیوز می تیتی، همش به خاطر تو اینا، ولی ببخشید اگه اذیت میشی. ما کلا شنبه تخصصی داریم، بعد کلا برای این روزا باید بریم بیرون که حالا خرید کنیم یا چاپ کنیم. بهش میگم که بیا بریم بیرون که من اینا رو چاپ کنم، درشم حالم خوب نیست، بیا بریم. اون کافه هم که داریم میریم، کافه که همیشه میریم و پای ثابتمونه و هر بخوایم غذا بخوریم میریم اونجا. برای همین فکر نمی‌کنم شک کنم اونقدر. چای بخوریم با کوکی؟ جونم براتون یه دونه چای یه دونه کوکی. ما اومدیم قبل از اینکه بخوایم چیزاتو برات بگیریم یه چیزی بخوریم. برای همه توضیح بده بلایه. مهم به تیتیه، ببخشید اینجا تو ساملا اومدیم. من براتون توضیح میدم. مثلا یه چیزی بخور، چون همه چیز از خوردن شروع میشه. اومدیم این چاپ بکنیم تیتی که همون میخواد بذاری توی جعبه کادو و اینا. فکر کنم همه چیز برای خوب پیش بره. تاپل زده. Oh my god. تیتی اگه و ما الان منتظریم که این چاپ ها انجام بشن و اونا انجام بشن که بعدش هم بیان غذا بخوریم شاید maybe. خب جناب براتون بگید که بکش کنار سای با سوار داره. I hate pizza actually. Oh my god. I'm getting angry. لطفاً وقتی بچه میارین تربیتشون کنه، همجوری نذارید. خب ببینید ما قراره بریم کافه مورد نظری که حالا هم خودمون دوست داریم، قراره بریم اونجا و هماهنگ کنیم کار کافه رو که بعد از اینکه اونجا رفتیم خدا سورپرایز بشه.
ویدیو میگرفتیم، میخواستم تیک تاک بگیرم. اولین بار در کل شهر تیک تاک. آقای زد پایین اومد بسلم داشت له میشد. آقای بعد گفت ببخشید و زدم. نه آقای خوبی بود. ببینید داره ما داریم میریم سمت کلاس هماهنگی. داریم سمت کلاس هماهنگیشو انجام بدیم که آهنگ چی بود؟ خب بچه ها شنبه باشیم بیای کلاس تولد میتینگ براتون گذاشتیم. تیتی همونو پنیک میکنه. خب داریم میریم اگه ماشین نزنه بهم ببخشید ما از این خیلی یادمون میره متاسفانه یادمون رفت که از پروسه خرید یه روز اجازه براتون از کارشو به ترانزیشن من باشه این هدیه هاشه خیلی با مزه. این مال لورنه. ها بگیر بزن ما اومدیم خونه، یعنی من اومدم خونه، لورن رفت خونش. اینا رو چاپ کردم، این کادوشه. امیدوارم واقعا خوشش بیاد. گفته بود خیلی فیگور دوست داره. خب بریم حالشم پاک کنم بیایم درست کنیم چیزا رو. And no mood to find another I might not contain no mama sa mitsuke ikudakeyo right now baby I don't care. خب این چیزای تیتی آماده شد. این اون که گفتم حالت ژورنال طوره. اینم کادهاشه. آره حالا اینجا رو مرتب کنم، فردا اینا رو ببرم بدم دست لورن که شبه بتونه به خودش ببره، چون اونا زودتر میرم، من نمیتونم کدا دستم بگیرم دیگه. همین. نگاه اون دیگه این یه چیز بگم. اونی دوباره سلام، من غذا خوردم. این هستیم اینجا اومدم بگم که الان ساعت تقریبا 7-8 و 1 ساعت پیش حامی اومد بهم کادو رو تحویل داد، به خاطر اینکه فردا تو میای اونجا نمیتونی اصولا به مثلا کادو رو بده به من دوباره برگرده پایین. Of course, no. This is a really special gift I think, so I really like it and I think you're gonna like it even more. اما هدیه من هنوزم نرسیده، امیدوارم که برسه هر چه زودتر. Is that assistant or something? Yo, just look at this baby. What the fuck did I do? But I'm gonna let it fix there. Everything is okay. Just look at this. سلام دوباره. امروز بالاخره موقعش رسید. لورن و نرگس رفتن که کیک رو تحویل بگیرن، با لورن دست گل بگیره برای تیتی. منم یکم دیگه آماده میشم. حالا دیگه بقیه ویدیو رو خودتون ببینه. گودتون بای. استرس داریم. یکم نور و من کثیفم کلا، یعنی اینم کثیفه ولی برات گرفتیم گلتون. So beautiful. نه نشده ولی اومدیم کیکتو بگیریم. سلام خاله. کادوهای فراوان داریم. چیز شد دیگه داریم میاییم سمت یادم رفت what was that تراس که بریم هماهنگیات و آهنگ مورد علاقت رو هماهنگ کنیم. آهنگ هماهنگ شده. So go. Bye bye. Let's go. Bye bye. بگو hello family member. Hello family member. Welcome back to my YouTube channel.
بذار چیز تو بذار براشون توضیح بدم. بچه ببینید خدای من هر روز بابا من خواهیش کردم آره برای کسی اگه یه دفعه بیاد چیکار؟ تیتی با داشت تازه لباس آقای لباس بشه میرم پایین. برو بیرون. خیلی استرس دارم. خیلی استرس داشتی. منتظر تیتیه اومدم پایین دوباره. یه ویلکام بک دیگه بگو. سب بگو. No family members. Welcome back to my to Titi's. تیتیز چنل. آها من نشنیدم. فیلم برداره بچه این کیک تیتی جونه. I hope she like it. اسکات بگیرش با دستم بیا. این کیک تولدشه و خیلی دوستش داریم. راستشو بخوام من دوستش دارم. گوه خورده دوستش داشته میشه. ببخشید و خیلی زیباست. باید اینجا داشت اینو بگیم ایسنت آفرین باشه آجی جون کیکش خیلی بامزه است. خیلی خوب شده. چقدر ستارهاش نازن. خیلی مثل خودش مثل خودت بچم نایزه بچم بزرگ شد تموم شد نه 18 فاکینگ سالش شده. اصلا باورم نمیشه که دارن. همچین بچه‌ای انقدر سن داره. میتونه الان به سرپرستی بگیرم اون. فکر کن تیتی با انقدر قد کلن میخواد ما رو به سرپرستی بگیره. واقعا هست. از کجا همه چی شروع شد؟ توی یه روز مهم واه ریاضی خوندی؟ این قضیه داره. تو که میدونی؟ نه منظور چیه؟ نمیدونم بخورم. استیکر کنی؟ واه استیکر نیمه گربه براش پیدا کردم. پشمام حاجی آره. چقدر مجهزه. او مای گاد. نامه او شم بعد یه لوپ دیگه هم داره ولی اون آخری سر بهش میدیم که پشماش بریزه. موفق شدی. بالاخره دارم این ویدیو رو ادیت میکنم. بعد تازه قیافم رو دیدم. نمیدونم چرا این شکلی بودم. نمیدونم چرا سورپرایز شده بودم. یعنی واقعا سورپرایز شده بودم ولی قیافم سورپرایز نبود. آره خواستم اینجا توضیح بدم که منم در جریان نیستم که چرا اون شکلی بودم. یه حالت لودینگی داشت قیافم تمام مدت. آره طوری نیست. حالا که تا اینجا اومدم توضیح بدم راجع به قیافم اون لحظه خواستم که اینجا تشکرم بکنم از بچه‌ها. همشون خیلی زحمت کشیدن برام کانتنت درست کردم. ویدیو نداشتم آپلود کنم. دستشون درد نکنه. تو کامنت ها قدردانی کنید. آره این ویدیو فقط ادیتش با من بوده.
برید ادامه ویدیو رو ببینید. داشتم کلن یکم داشتم خانمه گفتیم مثل ناموسش میمونه درست باشه رفتم. سی های تو کامرا تیتی خانم یا ابرفست. اگه بدونید سناریوهاشون چه سناریو رو تعریف کردن. میگن چقدر چوسی 18 ساله شد. احساس میکنم بچه‌مو بزرگ کردم دیگه قرار تولدت مبارک. Thank you. نرگس stay to های کامرا. آهنگت اگه توی فیلم نشد بذارش اصلا شما ندیدم اول آهنگ پخش شد من فهمیدم. مهمه که بفهم. من میشیم هنوز بازی پرواز میشیم باید پرواز کسی بزنگ اوی دیزی این دیزی دیزی. خب دیگه ما بریم کیک بخوریم. کادوها این از طرف نه نرگسه. برو فکر میکنی چیه؟ فکر میکنی کفش جبی کفشه مگه شیکی دارم درست بکنم. Wish you all the best. Here is a gift for you. حد بزن مال کیه؟ ببین ها؟ میگم حد بزن مال کیه؟ آها مال من. آره مال من. آجی نیفته دیگه نه نیفته شم من ببینم من ندیدم. Oh my god. حالا این اولیه رو نگاه کن. روش رو اول بخون بر. روی این رو بخون بر. حالا پشتش رو بخون بر. چه چیز خاصی؟ چی شروع شد از کجا؟ میشه من ببینم؟ من ندیدم. این صوفیا اگه ویدیو هالووین رو دیده باشید صوفیا باعث دوستیمون شد. اینجوری احمق ریاضی خوندی خیلی بازن واقعا امیدوارم از استیکرام خوشت بیاد. من اینو میخواستم بگیرم خوب شد بگیرم. یه میم برات برو حالشو یه ببر. نامه دیگه هم داره که اونو بعداً بر خودت بخونی. منم میخوام بخونم. تو هم میتونی بخونی. خیلی مؤثرم میتونم تولید صدا کنم چون ندارم هیچی بابا میرسه میرسه جای دیگه بتونم یه جای دیگه. ماشاءالله. Oh my god من نگفتم چجوری ندیدی؟ یا با من گوشیدم. الان یه کوچولی سنف کنیم. کیکو ها کردی؟ با مامانت هم آهنگ شده بودیم ما. مامانم میدونست. خاله گفت ببین خاطر همین امروز اومد گفت بیرون نمیری. من گفت کجا؟ من چی کجا؟ من گفت تنها گفتم منظورت چیه؟ معذبم. فرشاد بگو نرگس رو میام میگیرم. نوبت هرمونی خوشگل بست. چی شده؟ تو کیک به نظرم باز کن نه از اول شروع کن مگه کیوری؟ باشه آره هم تم شد.
حالا کل rest of your life استیکر تا ابد استیکر همه داریم. همه جا رو استیکر بارون میکنم. از صورت شما از ما شروع کن. تیتی is that you? شبیه خود با مزه هستیم. شبیه خود لارنه. اینو مرگومش نکردیم. بابا اول اونو بذار تو دهنت بعد اینو بذار توش. خیلی سرت شلوغه. بوز 10 سالم شد. ولی هنوز کوچک. Now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. So you can't see, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. So you can't see, baby, I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. اومدیم تیتی وسایلش ورزار شب بریم خونه ما پلن. هیچ پلنی نداریم که بخوام. آجی تو بیا این ور بشین. من نیمرخ این ورم خوب. من ها. بچه از این دفعه من فقط ادیتور بودم توی این ویدیو. خب اینا ببینید اگر ویدیوی قبلی رو دیده باشید تیتی نه ریده. اینو نمیخواد خودش درست کن. اول بده ببینم چی هست. اینا تو درست کن. شاید چیزاشه برچسب باشه. مرچس باش. این اضافه کاری ها چی هست؟ چرا هم تایلندی نوشته هم چینی نوشته؟ عکسشو ببین. چه شکلی این. مرحله اولی که اول نداره اصلا مرحله بابا ها دیدم با چشم واسهش عددا رو ندید. این مگه میاد مرحله داره این بالاش. 4 تا تیکه است دیگه. واقعا 3 تا تیکه است؟ یه تیکه دیگه هم داره. آرتون خب چشاش رفت. این چشاش رفت. یا قبل. چرا تیکه هست میگم. این چشاش مگه نباید معلوم باشه؟ خب میره شاید زیر این. نباید باشه. از چرا داره؟ برو. چقدر مشنگ قیافش. چشاش رفت. چشاش معلوم نیست. اینم که میره زیرش. نه نمیره زیرش. حاجی قطعشکو درست کردم میام نشونتون میدم. خب بچه ها بعد از چقدر 2 ساعت و 40 دقیقه. نه کمتر. ببینم ساعتو. بذار ساعت چند شروع کردم کنید. تازه ایناش هم اینطوری میشه. همه اینا رو با دستام درست کردم و دندونم. هارمونی خسته است. عجیب. خیلی زحمت کشید. حالا که کل ولاگ با تو بود خودم خدافظی کن. بچه ها این ویدیو حمایت نشه من نمیام دیگه. خدافظی میکنم با صنعت موسیقی نه یوتیوب. تنز یوتیوب. خدا نگهدار.